چون نور محمدی را خداوند آفرید از 7 دریا آن را گذراند. یعنی 7 شماره مقدس است. از این روز سر کرده شما صحت و سالم شدن میگیرید. از این روز سر کرده شما اراده قوی دارید. از این روز سر کرده شما میتونید بسیار کارهایی را کنید که پیش نمیتوانستید. آن چیزهایی که پیش ناراحتتان میکردن در نظرتان ناچیز میشن. روز تا روز شما بیشتر و خوبتر و نقصتر شدن میگیرید انشای خدا. علامت های صحتی در شما فزون میشن. شما نزدیکان خود را یاد میدهید که اراده قوی داشته باشند، مقصد بمانند، دائم برای مقصد خود دانش جمع کنند و سوی او بروند و با آدمان لازمی هم صحبت شوند، همکاری کنند و به مقصدهای خود برسند و سکوت را یاد گیرند و ملتی می شود بعد چندین سال که در زینه یکم ترقیاتی علم و تکنیک و معنویات و فرهنگ جای می گیرد. این شای خدا. این از هر یکی ما و شما وابسته است که سکوتی کبیر برای شما واسطه و قوت کردن اراده، واسطه برنامه ریزی معینه، واسطه آن است که شما روز تا روز بهتر، خوبتر و نقصتر شدن میگیرید. روز تا روز سلامتی شما خوب میشد. در خوابهای شبتان میبینید که به شما خبری خوش میاد. رسول اکرم را درود سلام بر او خواب میبینید. فرشتگان را خواب میبینید و شکلهای گوناگون و شما خبرهای خوش میارند. هر سحر میخیزید دم گرفته و روشن و خرسندید. وقتتان خوش، دلتان خرسند، عصباتان تازه، بدنتان با قوت. موضوعهایی که پیش روز کار میکردن درست کار میکنن. روز تا روز شما بیشتر و خوبترید. حتی مردم میگن که شما دیگرگون شده اید و شما میدونید که بهترین واسطه طبابت است. من تا حسابی سیم شما تا حسابی سیم از این حالت روشن و دم گرفته، خرسند و خوشبخت و آزاد میخیزید. یک، فراموش نسازید که ما و شما قسمی از طبیعت هستیم و طبیعت شعور دارد و شعور او را ما شعوری کیهان میگوییم که همه چیز از او سر شده است. دو، بدانید که شما از خودتان و از آن کسانی که شما را کمک میکنند، متخصصان، سبب صحتی شما میشود وابستگی سخت دارد. گفته های ما رو در این ساعت درستی رعایت کنید، اجرا کنید. هر بیگاه بعد شام سکوت کنید، مشقای روانی کنید، داروهای خود را استعمال کنید. سه، سبک و روشن، دنیای زیبا و رنگین، مردم مهربان، زندگی آسان و خوش، خدا نزدیک، دعا مستجاب. با دیدن صحتی، با جمع کردن آن، با که روز تا روز بهتر و خوبتر میشه، زبان شکایتی را میبندید و البته از شکر سر میکنید و میبینید که در شما نعمت خدا زیاد و زیاد میشد، از آن جمله صحتی. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. سبک و روشن و دم گرفته و خرسند و خوشوقت، آزاد و آرام چشمان خود را میکشید.